همین الان که داری این ویدیو رو میبینین بازی حساس ایران و ترکمنستان در حال برگزاریه. سلام دوستان، خوش اومدین به کانال فوتبال نیوز. لینک بازی فوتبال توی دیسکریپشن این ویدیو گذاشته شده. میخوام چند تا جزئیات این بازی رو با هم مرور کنیم. پس قبل شروع این ویدیو لایک و سابسکرایب کنید و تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. بازی ایران و ترکمنستان توی ورزشگاه آزادی در حال برگزاریه. ایران و ترکمنستان تا الان 8 بار با هم بازی کردن که 3 بازی رو ایران برد و 2 بازی رو هم ترکمنستان پیروز شده و 3 بازی هم با تساوی تموم شده. ایران توی 5 بازی قبلیش 4 برد 1 باخت کسب کرده و ترکمنستان توی 5 بازی قبلیش 3 باخت و 2 مساوی به دست آورده. ایران توی دور دوم مرحله مقدماتی جام جهانی با 4 امتیاز اول و ترکمنستان با 1 امتیاز سومه. بعد از تموم شدن این دیدار نتیجه بازی رو روی تامنیل همین ویدیو میذارم. لینک بازی ایران و ترکمنستان توی دیسکریپشن گذاشته شده. برای دیدن این بازی حساس روی لینک بزنید این بازی رو تماشا کنید. خب دوستان، اگه از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو لایک کنید. اگه تا الان کانال من سابسکرایب نکردین همین الان سابسکرایب کنید.